این از سرعت فیلتر شکن ما. این از سرعت عالی فیلتر شکن ما. بریم سراغ آموزشش. سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم بریم سراغ کانفیگ نامحدود هدیفای نکست و همون وارپ معروف. فقط دوستان لطفا آموزش رو تا آخر ببینید که یه موقع اشتباهی پیش نیاد و نتونید از کانفیگ ها اضافه کنید. دوستان امروز میخوام یه سایت خیلی عالی بهتون معرفی کنم و نحوه استفاده از اونو که شما میتونید به صورت نامحدود از این سایت کانفیگ های هدیفای بگیرید. البته میتونید داخل ویتوری هم استفادهش کنید، ولی داخل اپلیکیشن ویتوری بچه ها بخواید استفاده کنید کانفیگ های زیادی بهتون میده. حالا باید پینگیری کنید، یکم اذیت کننده است. داخل اپلیکیشن هدیفای نکست که خیلی راحت پینگ مناسبی داره و سرعتش هم که اول ویدیو دیدید. خیلی صحبت نکنم، بریم سراغ آموزش. بچه ها ابتدا شما میایید آخرین نسخه هدیفای نکست رو دانلود میکنید. توصیه میکنم دوستان از گوگل پلی دانلود نکنید، حتما از سایت گیتاب خودش دانلود کنید که الان بهتون میگم چطور دانلودش کنید. خب دوستان ما وارد این صفحه میشیم از گیتاب و در ابتدا آخرین نسخه هدیفای نکست رو دانلود میکنیم. دوستان لینک این سایت رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم یا توضیحات همین ویدیو بچه ها براتون قرار میدم که به راحتی استفاده کنید. زمانی هم وارد لینک شدید میایید ببینید اینجا آخرین ورژنش رو گذاشته، ببینید زده 2.1.5. ورژن های دیگه هم داره ببینید، ولی ما آخرین ورژنش رو میخوایم و شما میایید اندرویدی های عزیز میاد همین اولی رو ببینید که زده یونیورسال. این یونیورسال برای تمام نسخه ها سازگاره. روش کلیک میکنید ببینید شروع میکنه به دانلود اپلیکیشن براتون. خب زمانی که هدیفای نکست رو ابتدا دانلود کردید میاد واردش میشید. ببینید این اپلیکیشن ماست. اینجا میاد روی آغاز میزنید این اپلیکیشن. حالا میریم وارد سایتی میشیم که میخوام در ادامه بهتون بگم چه کانفیگ هایی به ما میده. این هم سایت مورد نظر بچه ها. لینک این سایت هم داخل دیسکریپشن یا همون توضیحات این ویدیو براتون قرار میدم که به محض کلیک روش واردش بشید. وارد این صفحه شدید دوستان میایید پایینتر ببینید چقدر کانفیگ به ما داده. دوستان این کانفیگ ها بچه ها هر روزم آپدیت میشن که خیالتون راحت باشه، به راحتی بتونید ازش استفاده کنید. حالا ابتدا میریم داخل ویتوری که بهتون گفتم. فقط میخوام ببینید که داخل ویتوری کپیش کنیم چه اتفاقی میفته. برای کپیش روی این قسمت آخر نوار که حالت 2 تا پنجره داره کلیک میکنید، کپی میشه، وارد ویتوری میشید. من اینا رو پاک کنم. روی این پلاس بالا بزنید روی گزینه دوم کانفیگ رو از کلیپبورد وارد کنید. ببینید دوستان چقدر کانفیگ به ما داد و ارزش نداره بگردیم حالا پینگیری کنیم، اذیت کننده است. حالا میریم همین کانفیگ رو داخل هدیفای نکست وارد میکنیم و زمانی که واردش شدید بچه‌ها میاد روی افزودن پروفایل جدید میزنید. اینجا میاد افزودن از کلیپبورد رو میزنید. تمام شد به همین سادگی. خب الان میایم متصلش میکنیم. تموم شد. الان پینگ چند به من داده؟ 233. حالا وارد اینستاگرام میشم. این هم از فیلتر شکن. تموم شد دیگه. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. من سعی میکنم ساده ترین آموزش ها رو براتون بذارم بچه ها که به راحتی بتونید ازشون استفاده کنید. فقط ساب چنل فراموش نشه. خدا نگهدار.